بگومتون که مردکای جنتی کیان و زنهای جنتی کیان. حضرت در حیات هم آگاه میکرد، میگفت که مثال من برای شما گفته میگذارم که مردهای جنتی کیان و زنهای جنتی کیان. ایرا جناب امام طبرانی میاره. بعد میگه گفتن قلنا بله یا رسول الله، حضرت بگو کو بگو گوش کنیم. حضرت هم تا ایستادگیش در حال میگه انگوشت طرف یا سینه شون آوردن، گفتن النبی فی الجنه، همه تا آگاه باشید که این پیامبر شما در جنت افتن. یعنی مردی که در جنت افتن منو. ما میدانیم برادرای عزیز اولین نفری که جنت میدراید این پیامبر ما و شما هست. اولین نفری که گویم کلید همو قلف جنت که کشادش میکنه و قدم اول میگذاره این پیامبر ما و شما هست. الحمدلله رب العالمین که چونین یک مثال پیامبری را ما و شما برادرای عزیز سزاوار هستیم که نفری که مقام محمودی داره. شما بینید در روز قیامت ولی امام منذری در کتاب الترغیب و الترهیبش در باب شفاعت داره، یک باب شفاعت پیغمبر میگه روز قیامت وقتی پیغمبرمون مقام محمودی میبرنش، میگه حضرت وقتی که همین سرکی در سجده میمانده است فقط تضرع و زارش همین بوده، الله مهربان نمیخواهم که امت من خار بینم، نمیخواهم که امت من ذلیل بینم، نمیخواهم که امت من سرگردان ببینم. الله مهربان همون وعده ای که بود اجرا کرد. همین جبت پیامبرمون الله میگه ارفع رأسک واشفع تشفع. ای پیامبر سر تا بردار، چی مقدار میخوای شفاعت کنی شفاعت کن، همین میدان همه در اختیاره. ما این خیل پیامبر الحمدلله رب العالمین برادر عزیز خدای مهربان لایق ماندیده است که ما محمد صلی الله علیه و سلم امت هستیم و امید هم داریم که خدای هست که در همون توده مردم ما و شما هم داخل میشیم. شاید که ما و شما را پیامبر نازنین شفاعت کند. با این امید ما و شما هستیم. و این خاطر حضرت گفتن من در جنتم. میگه دست راست شوند جناب ابوبکر صدیق، نفری که حضرت گفت لوزین ایمان ابوبکر مع ایمانهم لرجح ایمان ابوبکر. اگر ایمان ابوبکر گفت در ترازو گذارند، در یک پله ترازو گذارند، ایمانی تمام امت مرا در پله ترازوی دیگر گذارند، هر آینه ایمان ابوبکر سنگین تره وزین تره. بله برادرای عزیز حقیقتا اینها دیگر جان نگفتند و خدای مهربان قسم اینها کلبه نگفتند، اینها زن نگفتند، اینها راحت نگفتند، همیشه در پهلوی پیامبر نازنین من ایستادند. ولی ما حدیث داریم میگه الله مهربان در قلبهای بندگانش نظر کرد، مخصوص میگه این قلب ابوبکر و عمر و عثمان علی مقصد زیر نظارت الله بود. اینها را خداوند خودش اختیار کرد که در پهلوی پیامبر باید اینها بیستند، اینها سزاوارند، اینها لایقند. برای میگه ابوبکر در پهلو و صدیق فی الجنه، ابوبکر هم در جنت افتاد. بعد از آن گفتند و رجل لا یزور اخاه الا لله فی الجنه. گفتند اگر یک نفری برای زیارت یک برادر مسلمانش میخیزه و میرود، میگه برای من برادر ما یک زیارت کنم، همین برادر ما یک خبرگیری کنم، همین برادر ما یک کف دعاش بگیرم، از همین برادر مقصد یک خواب یک نصیحت بگیرم. پیامبر میگه همون نفری که همین اراده را داره این مردم در جنت هست. بعد از آن میگه گفت از زنهای جنتی بگم که کدامش در جنت هست. گفتم بگو حضرت. گفتن ودود. رنگی چهله که 3 نفر در بالا گفت، 3 نفر زنها را گفت. یکم گفت ودود، زنکی که مردکش دوست بداره. کدام زنی که در قلبش محبت مردکش است. ولی ما را زنگ بزنن بعضی خواهران میگه بابای حاجی شوهرم
بسیار مقصد یعنی در حق جبر زیاد میکنم نه که به خدای مهربان قسم دوستش میدارم مقصد یعنی از ما مصلحت میخواه بگیرم که من همین مردک ما دوست میدارم. پیامبر میگه کدام زنی که مردک شد دوست میداره او در جنت است. ولی الحمدلله رب العالمین خواهرایی که اگر منبر صدای ما را که بشنوند اگر خواهند که اونها از زمره مثال جنتی ها باشند خواهند که احترام مقصد در نزد الله و رسول پیدا کنند شوهراشون را دوست بدارند. یکم گفتند ودود دویم گفتند ولود زنی که زاینده هست. زنهایی که می زایند مقصد از زاییدن یعنی معنی را نداره که ما زنهای نازاینده را بگیم که نه اینها جنت نمیرونه. فقط زاینده از نازایندهش با برتری داره به خاطری که البته عدد امت پیامبر را در روی عالم زیاد میکنه. پیامبر ما با بسیاری امتش با البته مثال سری بلند داره افتخار داره. به همین خاطر خیلی که یک آدم نمازش در خانه میخونه تا در مسجد میخونه فرق هست کو. یک آدمی هست که شب نماز شب داره یک آدمی هست نماز شب نداره فرق هست کو. برای این فرق ها بین اینا هستند. بعد سیم گفتن که ایزا غضبت او اسیه الیها او غضب زوجها فقالت هذه یدی فی یدی لا اکتحل بغمز حتی ترضا. برادرای عزیز اگر من همین معنا کرده بتونم اگر معنا کردش بتونم ساده کرده بتونم لیکن بگیم همین خیلی گمانم همیه که از این نوع سیمی زن ما شاید نداشته باشیم. گفتن که هرگاهی که مرد در حالت غضب در حالت ناراحتی وارد خانه شود یگان کار آمد یگان حالتی شد مردک ناراحت زیق وارد خانه شد در همین حالت میگه این زنی که باید داخل جنت شود وقتی میبینه که همین طبع مردکش خیره میگه هذه یدی فی یدیک میگه مردک در حال وقتی در این حالت میبینه دستی مردکش میگیره دستی مردک میگیره در دستش میگه لا اکتحل بغمز حتی ترضا. مردک میگه من دوست نمیدارم که تو در همین خیلی یک حالت ناراحتی قرار بگیری. مردک همین حالت خود بیرون کن همون چیزی بود نبود بیرون بگذار. به خدای مهربان قسم اگر وقت خوش نمیگیری من امشب خواب برای خودم حرام اعلام کنم. من امشب خواب نمیکنم برای تو ناراحتی برای تو وقتت خوش نیست. میگه اگر زنی که با همین خیل بین مردک اگر استقبال بگیره همین زنک در جنت. برای این برادرها پدرها بگیم مهنت کنیم زحمت بکشیم فرزندارم تربیت خوب کنیم دخترارم تربیت خوب کنیم. ببین وقتی که میگه حضرت اسود میگه وقتی دخترش را بوسیل میکرد گفت بچه جان گفت وقتی خانه او مردک رفتی یک مشکلات اگر بالات آمد ببین نگفت که بچه می مقصد در همون چیزی داره خانه در ترکش کرد بیا خانه پدر گفت بچه هم بگو لا اله الا الله الحلیم الکریم. گفت همین تصویر از زیاد بگو لا اله الا الله الحلیم الکریم. یعنی حضرت هم مصلحت میدونن که همین کلمه را زیاد بگو خداوند مشکلاتات را برطرف میکنه. نگفت که تو طاقت نکردی بچم یا اینکه او کیه مثال رنگ روش در گور این خیلی نگو که بچم کلمات را بسیار بگو ذکرها را زیاد کرد انشاءالله همه کار برای تو آسان میشه.